سلام به همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محمد هستم. به کانال دنیای کنترل خوش اومدید. قصد دارم که توی این کانال هر بار بیام و راجع به یه سیستم دینامیکی مجموعه ویدیوهایی بسازم و مدل سازی دینامیکی و طراحی کنترل کننده‌های مختلف رو براشون انجام بدم. سیستمایی که در نظر گرفتم یک سری سیستم دینامیکی از ساده به سخت انتخاب کردم که میخوام در واقع کار مدل سازی دینامیکی شون رو انجام بدم. از روش های مختلفی میخوام استفاده بکنم، مثل نیوتن اویلر، لاگرانژ و شاید روش های پیچیده تر مثل چین و روش کواترنیون. همچنین قصد دارم که کنترل کننده‌های مختلف برای اون مدل دینامیکی که استخراج میکنم طراحی بکنم. حالا بسته به شرایط و سیستم دینامیکی، کنترل کننده‌های ساده یا کنترل کننده‌های خطی، اه، تا کنترل کننده‌های غیر خطی و پیچیده تر، که اگر بخوام مثال بزنم مثل PID Full State Feedback، Adaptive Control مثل امرک یا STR، Sliding Mode Control، Feedback Linearization، کنترل کننده های مبتنی بر شبکه های عصبی و منطق فازی انفیس، از جمله کنترل کننده هایی هستند که قصد دارم ازشون توی این کانال استفاده بکنم. خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب بکنید و به دوستانتون معرفی بکنید. مرسی.